توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی منطقه را به همراه خواهد داشت. منطقه ویژه اقتصادی میتونه در رونق اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای منطقه مؤثر باشه. خصوصا منطقه اقتصادی کاشان با توجه به پتانسیل نزدیک بودن به مراکز قطب‌های صنعتی و اقتصادی کشور، حدود 150 کیلومتر فاصله بیشتر نداره تا تهران، نزدیک بودن فرودگاه امام خمینی، در کریدور شمال جنوب کشور از طریق راه آهن، اتوبان و جاده ترانزیت قرار داره، حتی دسترسی به کریدور شرق و غرب کشور داره. با توجه به هدفمندی یارانه ها، بحث حمل و نقل و هزینه های اونم الان بسیار مؤثر. منطقه ویژه اقتصادی میتونه به عنوان دپوی کالاهای وارداتی و صادراتی نقش مؤثری داشته باشه. اصلی ترین هدف منطقه ویژه اقتصادی کاشان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی است. توسعه و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در کشور ما با توجه به شرایطی هم که برخی از دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی قصد دارن ما رو در عرصه نظام‌های بین‌المللی مورد تحریم قرار بدن، یکی از بزرگترین ابتکارات دولت هست. مهمترین حسنی که مناطق ویژه اقتصادی داره، باید اشاره بکنیم که به نوع این مناطق ویژه اقتصادی جزء قلمرو کشور محسوب نمیشند و یک فرصت بسیار مناسبی رو برای سرمایه گذاری خارجی میتونه فراهم بکنه. تو این شرایط که بحث تحریم ها از چندگاهی به عنوان یک ابزار بی اثر البته مطرح میشه، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی میتونه یک زمینه بسیار مناسب رو برای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی در کشور ما فراهم بکنن. مقررات و قوانین ویژه‌ای برای اداره مناطق ویژه اقتصادی توسط دولت قرار داده شده. تأسیس شرکت‌ها در مناطق ویژه اقتصادی با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی به هر نسبت و سهم و شراکه بلا مانع هست. مناطق ویژه اقتصادی ادارهشون از رعایت سایر ضوابط و قوانینی که بر سایر نقاط کشور حکم فرما هستش مستثناست. انشالله در یک فرصت کوتاهی بتونیم در سال آینده شاهد به بار نشستن این خدمت بسیار مهم عرصه صنعتی و اقتصادی. مدیر کل نگهداری راه و ابنیه فنی وزارت راه و ترابری از اختصاص اعتبار برای نگهداری راه‌ها در کشور، بهسازی و روکش آسفالت، ایمنسازی و نصب علائم و تجهیزات فنی و حذف و اصلاح 1000 نقطه حادثه خیز جاده‌ها در کشور خبر داد. ما کلاً جهت نگهداری راه‌های اصلیمون و راه‌های فرعی و کل راه‌های کشور در سال جاری بالغ بر 1000 میلیارد تومان منابع اعتباری از محل اعتبارات ملی و استانی در راستای نگهداری راه‌هامون، چه در خصوص اصلاح نقاط حادثه، چه در خصوص بهسازی و روکش آسفالت راه‌ها، چه در خصوص ایمنسازی و نصب علائم، تجهیزات ایمنی، هوشمندسازی تونل هامون، ایجاد روشنایی نقاط مهگیری و نقاط جمعیتی و همچنین تعمیرات اساسی پل‌ها و ابنیه فنیمون. در این راستا کلا ما بالغ بر 1000 میلیارد تومان اعتبار حاصل کردیم. مجموعاً اعتباراتی که در این راستا به استان خراسان جومی داده شده مجموعاً حدود 20 میلیارد تومان بوده. فعلی همچنین در خصوص برنامه‌های امسال وزارت راه و ترابری در راستای نگهداری راه‌های کشور گفت: امسال بنا داشتیم که حدود 6800 کیلومتر از راه‌های کشور، شریان کشور، روکش و بهسازی آسفالت بشن از محل اعتبارات ملی. همچنین بالغ بر 1000 نقطه خدمتشون عرض کردم قرار بود نقطه پرحادثه رو اصلاح کنیم. جزء اهداف سال 89 ما بوده. قرار بوده بالغ بر 100 راهدارخانه در گردنه هامون در واقع نوسازی و بهسازی بشن و بازسازی بشن. حدود 200 دستگاه ماشینات راهداری خریداری بشه و تحویل ادارات کل راه استان‌ها بشه. خوشبختانه الان ما اهدافمون به 70% در این 10 ماه اول سال رسیدیم. چند خبر کوتاه.
معاون وزیر مسکن و شهرسازی از بهره برداری 5900 تخت بیمارستانی تا پایان سال آینده خبر داد. علیزاده با بیان اینکه در حال حاضر 11 طرح بیمارستانی برای تجهیز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحویل شده است تصریح کرد. امسال و سال آینده 78 طرح بیمارستانی با ظرفیت مجموعی